رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که هر کسی که از امت من 3 جمعه را پیاپی ترک میکند و به جمعه حاضر نمیشود، خداوند در قلب او در دل او مهر میزند. مهر چی است؟ مهر قساوت است. مهر سیاهی، دل او سیاه میشود، دل او سخت میشود به مثل سنگ خوراواری کسی که 3 جمعه حاضر نشود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شأن اون بنده هایی که اون امت هایش که جمعه را ترک میکنن چی گفت؟ آیا تارک جمعه حکمش چی است؟ تارک جمعه را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 14 عصر پیش خودش فتوا داد. حاجت دیگه به فتوای ما نیست. پیغمبر خودش فتوای او را داد که من ترک الجمعه الثلاث من غیر عذر تبع الله علی قلبه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که هر کسی که از امت من 3 جمعه را پیاپی ترک میکند و به جمعه حاضر نمیشود، خداوند در قلب او در دل او مهر میزند. مهر چی است؟ مهر قساوت است. مهر سیاهی، دل او سیاه میشود، دل او سخت میشود به مثل سنگ خوراواری کسی که 3 جمعه حاضر نشود. این یک حدیث. در دیگر روایت همین حدیث به طریق زیل گفتن که من ترک جمعه الثلاث من غیر عذر فقد نبذ الاسلام وراء ظهره. و دیگر طریق روایت رسول اکرم است که کسی که 3 جمعه را پیاپی ترک میکند فقد نبذ الاسلام وراء ظهره، اسلام پس پشت انداخته است. چخیل که یک چیز به قدر ناشمارداری میکنی گرفته به پس پشتت میپرتای دیگر نگاه نمیکنی، کم قدر است، او را هیچ چیزی نمیشماری به مثل یک خاشاکواری. اگر کسی که 3 جمعه را پیاپی به عذر ترک میکند، پیغمبر خدا میگه به تحقیق اسلام از قفای پشت خودش دور انداخته است. این وعید سخت است. مسلمان ها گوش کنین، بسیار وعید سخت است. آیا اسلام که به قفای به پشت گرفته دور با اندازی، پس در کجا است ایمان و اسلامی تو دیگر که جمعه را ترک میکنی؟ امروزه البته که بسیار از آدم ها یافت میشه که به خاطر کار دنیا شده جمعه را ترک میکنن، نماز جمعه را نمیخوانن، اما در کار اونها نه برکات است، نه صفا هست، نه قلب اونها آرام است، نه عصب اونها آرام است. نیم ساعت از 30 دقیقه را که خدا فرضش گفته است بیا عبادت بکن، کار دنیاش از امر خدا بهتر میدانه. بعد حال او چی میشود؟ دایم کسل، بیمار، او چیه؟ یا سکته قلب میشود، یا فشارش بلند میشود، عصبش ناآرام، قلبش ناآرام، دایم در عذاب است. او بنده‌ای که به نماز جمعه میآید، که در نماز جمعه آمدن غسل کردن سنت، لباس پاک پوشیدن سنت، بهتر که لباس سفید بپوشی بیای، بعدن خوشبویی کردن سنت، که رسول اگر خوشبویی باشد بعد غسل کردن لباس پاک پوشیدن خوشبویی کنیم به مسجد بیایین. خوشبویی کنیم که یک نفر از بوی خوش شما استفاده کند.